به نام خدا. با جلسه اول از بحث نکات ارزشمند نرم افزار ایتپس جهت محاسب شدن در فاز سازه های بتونی خدمت دوستان و بزرگواران عزیز هستم. بنده دکتر روانبخشیان هستم، مدرس دانشگاه و کنترلر نظام مهندسی سازمان استان اصفهان. خب با بحث نرم افزارهای ایتپس خدمت دوستان هستیم. خب هر کسی که طبیعتا میخواد با نرم افزار ایتپس حالا ورژن های مختلف کار بکنه، حالا از جمله ایتپسی که حالا ورژن های مختلف قدیمی 974 داره یا دیگه جدیدش میره تو 2000 مثلا 15 به بالا 2020 اینها، ما میتونیم با این نرم افزارها کار خودمون رو پیش ببریم. توصیه میکنم که هر دو ورژن رو یاد بگیرید و ما سعی میکنیم توی این آموزش ها هر دو ورژن رو در حقیقت حالا توی جلسه اولمون این رو در حقیقت صحبت بکنیم. خب همونطور که دوستان میدونن نرم افزار ایتپس نرم افزاریه که صرفاً جهت محاسبات و آنالیز و طراحی سازهای بتونی هست و فولادی و بیشتر تو صنعت ساختمان در حقیقت کاربرد داره. شما در کنارش باید نرم افزار سیف رو هم بدونید، چون که ما با نرم افزار سیف قراره دالها و در حقیقت فونداسیون خودمون رو کنترل بکنیم، آنالیز بکنیم، طراحی بکنیم و پیش ببریم. در کنارش اگر بتونید نرم افزار ساب 2000 هم که یاد بگیرید، میتونید باش ساختمان های صنعتی مثل سوله ها، LSF ها، صدای سرد 90 شده سبا یا حالا مواردی رو طراحی بکنید که البته بحث LSF نرم افزار تخصصی تری به نام در حقیقت فریم کد داره که ما میتونیم در حقیقت ازش استفاده بکنیم. صرفا تو این جلسه در مورد نرم افزار ایتپس میخوایم آروم آروم قدم هایی رو با هم دوستان عزیز برداریم که تو این مسیر ببینیم که چه قدم هایی رو میشه برداشت و من با آرامش قدم به قدم تو این مسیر خدمتتون هستم و بتونیم انشالله این مسیر رو با هم بر اساس کانال خودمون پیش ببریم. قدم اولی که در حقیقت برای محاسب شدن در حقیقت نیاز داریم اینه که پلان معماری رو که وجود داره که حالا از کارفرما یا پیمانکار یا هر واسطه‌گری میگیرید، این پلان معماری باشه که تایید شهرداری رو یا مهر شهرداری رو داشته باشه که شما مجبور نباشید که روی کاری محاسبات بکنید که تایید نشده و غیر رسمی است. خب این پلان معماری رو که ما تحویل میگیریم، همون اول نمیایم نرم افزار ایتپس رو باز کنیم و بگیم که خب بسم الله الرحمن الرحیم ایتپس باز بشه و ما کار خودمون رو انجام. نه، ما توی پلان معماریمون بایستی یک سری اصلاحات سازه‌ای در حقیقت دوستان انجام بدیم. ببینید پلان های معماری که به ما تحویل داده میشه، این پلان معماری شاید از نگاه ضوابط شهرداری و ضوابط شهرسازی و یا هر آنچه که یک مهندس معماری رعایت میکنه رعایت شده و درست حسابی و درجه یکه، اما از دیدگاه یک مهندس سازه یا بهتر بگیم از دیدگاه سازه‌ای کاملا پلان مریضی است و باید اصلاح بشه، یعنی به اصلاح نیاز دارد. خب مواردی که من باید تو گام اولم پلان معماریم رو از نگاه سازه‌ای درمانش کنم و به ضوابط خودم نزدیکش کنم چی هست؟ ما تو این جلسه سعی میکنیم یک مورد از اونها رو
با هم پی بگیریم. اولین موردی که پلان معماری شما بایستی از دید سازه‌ای چه شود؟ اصلاح شود. اولین موردی که پلان معماری باید از دید سازه‌ای اصلاح بشه به نظرم کنترل طول بالکن ها هست. کنترل طول بالکن هاست. ببینید دوستان، بالکن البته یا تراس یا تیر کنسولگونه، آنچه که شما ممکنه توی معماری ضوابط رو بشنوید، بالکن ها پیش آمدگی هستن که از بر ستون شما میان جلو. خب طبیعیه این طول بالکن من که به میزان ال در حقیقت پیشروی کرده ضوابطی داره. شاید تا حالا بهش برخورد نداشتی، شاید، نمیدونم، و اما من با اجازه دوستان عزیزم یک لحظه آیین‌نامه 2800 رو بر دوستان باز بکنم. شاید خیلی باش برخورد به نظر نداشته باشیم. ما تو آیین‌نامه 2800 وقتی بچه‌ها میگیم از دید سازه‌ای پلان من باید اصلاح بشه، این دید سازه‌ای رو آیین‌نامه 2800 بعضاً باید به ما بده، چون بیشتر ضوابط لرزه‌ای ما تو آیین‌نامه و استاندارد 2800 هست. خب آیا در مورد طول بالکن ها صحبتی کرده، حرفی زده؟ بله. ببینید بچه‌ها، استاندارد 2800 تو بخش بند صفحه تقریباً 2 خودش که دیگه اوایل 3 هست، میگه که عرضم به حضورتون که از احداث طره هایی بزرگتر از 1.5 متر حتی المقدور احتراز شود. معنیش چیه؟ اولا طره گفته، یعنی طره در حقیقت همون تیرهای کنسولگونه‌ایه که مهندسین عمران تحلیلش میگه بزرگتر یک حتی المقدور، یعنی تا میتونی بیش از 1.5 متر نشه. یعنی اولین توصیهش اینه که آقا این طوله کوچکتر مساوی 1.5 باشه. خیلی خوب. اما آقا ما مثلا تو سطح شهر بالکنای بیش از 1.5 متر دیدیم، این چیه قضیهش؟ ببینید اگر بالکنی کوچکتر از 1.5 متر باشه، مطابق توصیه استاندارد 2008 خیلی هم خوب و مناسبه. اما اگه طول بالکن بزرگتر از 1.5 متر بشه، اتفاقی که میفته عرضم به حضورتون که یک سری اقدامات باید انجام بدیم که این اقدامات منجر میشه با هزینه‌های مالی که ما میتونیم اسمش رو بذاریم جریمه دیگه. وقتی شما جریمه میشوید هزینه مالی بر عهده‌تون میشه. پس آیین‌نامه میگه که حتی المقدور جلوگیری بشه، یعنی اگر بزرگترم بشه میتونی تمهیداتی رو ایجاد بکنید. خب حالا اینجا چند تا از اون تمهیدات رو میگیم، یه دونش رو توضیح میدیم تو این تایمی که در حقیقت وجود داره. من قبل اینکه اصلا بخوام محاسباتمو شروع کنم دارم در مورد بالکن ها صحبت میکنم. ببینید بچه‌ها، اگر طول بالکن بزرگتر از 1.5 متر باشه، درسته؟ این بالکن من طول بالکن بزرگتر از 1.5 باشه. خب اون موقع تمهیدات مختلفی رو میشه اندیشید. اولین کار میتونیم در حقیقت عرضم به حضورتون که اعمال باید بشه نیروی قائم زلزله، یا یه جورایی میتونم ساده بگم نیروی قائم زلزله قائم واجب میشه بچه‌ها. حالا در موردش صحبت میکنم. دومین اقدام استفاده از دستک ها هست. دستک های صرفاً فشاری و دستک های صرفاً کششی که ما میتونیم در حقیقت این کار رو انجام بدیم. سومین مورد که میتونه وجود داشته باشه در حقیقت استفاده از عملکرد تیرهای
عمیق هست یا اصطلاحاً غیر منشوری تو سازه های بتونی یا اصطلاحاً بگیم بهش ماهیچه‌ای. حالا همه این اصطلاحات رو بهش میگیم. و چهارمین گزینه‌ای که میشه در حقیقت صرفاً اقدام کرد استفاده از تیرهای فرعی یا اصطلاحاً کمربندهای میانی هست. خب من سعی میکنم تو چند جلسه اینها رو یکی یکی با هم توضیح بدیم. ببینید بچه ها، اگر اولا توصیه استاندارد 2800 طول بالکن کوچکتر از 1.5، این اولین توصیه. ولی اگر بزرگتر از 1.5 بشه طوری نیست، فقط یه سری کارها و جریمه ها باید بشه. اولین کاری که باید بکنیم دوستان عزیز، بایستی نیروی قائم زلزله ما چی بشه؟ واجب بشه. یعنی چی؟ من یه توضیحی بدم. ببینید بچه ها، ما وقتی یه پلانی رو داریم به این صورت، ما وقتی یک پلانی داریم، تو پلان که نگاه بکنیم شما x داریم و در حقیقت y، زدم عمود بر صفحه لپتاپ شماست. یعنی من بخوام سه‌بعدی این پلان رو بکشم، حالا همراه با ستون ها، من توی پلانم x رو دارم، y رو دارم، زدم دارم. ما همیشه میگیم که زلزله در حقیقت تو راستای کیوی x، زلزله x واجبه. کیو مخفف کوک یا لرزه‌ای هست، یا زلزله تو راستای وای هم واجبه. ولی عموما زلزله تو راستای زد مستحبه، یعنی میتونیم بگیم مثلا واجب نیست. کی واجب میشه و من باید حتما تو راستای زدم کیوی زد بذارم؟ یکی از اون موقعیت ها، یکی از اون حالاتی که کیوی زد واجب میشه وقتیه که طول بالکن من بزرگتر از 1.5 متره. اینو از خودت میگی؟ نه. ببینید بچه ها، استاندارد 2800 درسته یه جا میگه طول بالکن ما باید چی باشه؟ کوچکتر از 1.5 متر باشه و توصیه میکنه. ولی از طرف پیش بینی هم میکنه که اگر نیروی قائمه، اگر بالکن ما بزرگتر از 1.5 متر شد، اعمال نیروی قائم زلزله طبیعتاً برای اون بالکن واجب میشه. من بیام توی بند استاندارد 2800 در توی صفحه 41 راجع به نیروی قائم زلزله یا اصطلاحاً QZ با هم می‌خوایم صحبت بکنیم. ببینید بچه‌ها، ما وقتی دونه دونه مراحل محاسبات میریم جلو، دیگه خیلی راحت بند آیین‌نامه‌ها هم آروم آروم میاد ملکه ذهنمون میشه و مشکلی در این باره نداریم. ببینید بچه‌ها، آیین‌نامه میاد چی میگه؟ میگه که نیروی قائم زلزله ناشی از زلزله باید تو موارد زیر محاسبه بشه، یعنی واجبش کرده. یکی از اون موارد بالکن‌ها و پیش آمدگی هایی که به شکل چی ساخته میشه؟ تره ساخته میشه. حالا نکتهش اینه که ما محاسبه میگیم ترهایی که زده از 1.5 متر به بالا واجب میشه دیگه. و حالا من کاری ندارم که نیروی قائم زلزله عددش چیه، الان نمیخوام در موردش صحبت بکنم. فقط میخوایم بدونیم طبق بند 339 صفحه 41 2800 تو بالکن ها که به صورت تره هست نیروی قائم زلزله واجب میشود برای طولای بزرگتر از چی بچه‌ها؟ 1.5. یعنی من اگر بالکنی توی پروژه‌ام بود، تو ایتپس میخواستم مدل سازی بکنم و طول اون بالکن مثلا 3 متر بود، باید بدونم که یه دونه نیروی قائم زلزله بذارم لبه بالکن، حتما باید قرار داده بشه، به خاطر که طول من بزرگتر از در حقیقت 1.5 متره و بایستی این اعمال و این قضیه توش دیده بشه و به راحتی میتونم خیلی راحت این قضیه رو ببینم. خب حالا من یه نکته بگم، این روش هایی که ما طول بالکن بزرگتر از 1.5 متر رو کنترل میکنیم، یکی دستک فشاری یا کششی، تیرای عمیق، تیرای فرعی یا هر روش دیگه ای، تو تمام این روش های 2 و 3 و 4 که میخوایم بگیم اعمال نیروی قائم زلزله باید حضور داشته باشه.
مثلا شما دسته که فشار کشش که میزنید به هر حال کیوزدتون باید باشه. تیر عمیق استفاده میکنید انجام بدید، کیوزدتون باید باشه. تیر فرعی استفاده بکنید، کیوزدتون باید باشه. یعنی میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم نیروی قائم زلزله باید تو همه لحاظی حضور داشته باشه. این کارها فقط میاد خیز و جابجایی قائم طولره‌های بلند رو فقط کنترل میکنه. پس نیروی قائم زلزله تو همه روش ها دوستان باید حضور داشته باشه. خب یکی از اون روش هایی رو که در حقیقت هست رو من در موردش امروز صحبت میکنم، استفاده از دستک کششی یا چی بچه ها؟ فشاری. ببینید بچه ها، من یه مثلا بالکنی دارم به این صورت. بذارید من اینجوری پیوسته بکشم. یه بالکنی دارم، این هم ستونش هست، حالا از کاری نداریم. خب من توی صفحه دیگه بکشم، یکم ناجور شد. یه بالکنی به این صورت، به این صورت، به این صورت، حالا و به این صورت. حالا نکته که وجود داره اینه که بچه ها، من وقتی طول بالکنم مثلا هست 3 متر و این بزرگتر از 1.5 متر، 2 تا کار باید بکنم. اولا همین الان فهمیدیم که نیروی قائم زلزله رو بخوایم نخوایم باید روی این قرار بدیم، چون بزرگتر از 1.5 متر، چون طبق آیین نامه اینجا برای ما داره توصیه میکنه برای بالکن ها. نکته دوم اینه که من بیام برای کنترلش، یکی از اون روشی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم دستک‌های فشاری یا کششی هست. ببین بچه‌ها، من میتونم در حقیقت اینجا یه دستک بذارم قرار بدم از جنس ناودونی، تیراهن یا هرچی. فقط میدونم که اتصال دستک ها باید حالت در حقیقت مفصلی داشته باشه. یکی از اون روش ها در حقیقت اینه و شما خیلی راحت میتونید در حقیقت با گذاشتن دستک ها در حقیقت این وقتی که حالا بارهای ثقلی هم به این وارد میشه، میتونید این خیز این و یا جابجایی ثقلی این نقطه آ رو کنترل بکنید به واسطه دستک ها. حالا وقتی که بار وارد میشه، این دستک تمایل داره کشیده بشه، یعنی نیروی کششی توی دستک قرار میده. اینکه دستک چجوری طراحی میشه و نکاتش چیه رو من تو جلسه بعدی آروم آروم دربارش صحبت میکنم. فقط این جلسه میخوام همه روش‌ها رو به صورت مختصر راجبش با هم صحبت بکنیم. خب یکی از روش‌ها دستک هست. شما میتونید این دستک رو دوستان عزیز ببینید، شما میتونید به جایی که دستک رو حالا صرفاً کششی طراحی بکنید و توی بالکنتون قرار بدید، میتونید به جای اون دستک رو فشاری بذارید، مثلا به این صورت به اینجا وصلش بکنه. وقتی که بار QZ اعمال میشه یا بار ثقلی اعمال میشه، نکته که وجود داره دستک تمایل داره توش نیروی فشاری بیفته. بنابراین این دستک از نوع کششی طراحی می شود و این دستک از نوع ضوابط فشاری. فقط نکته که وجود داره، ما توصیه میکنیم استفاده شما رو به دستک های کششی. چون دستک فشاری نکته که وجود داره ممکنه پدیده کمانش در حقیقت توشون اتفاق بیفته به دلیل فشار و من توصیه نمی کنم استفاده بشه و توصیه ما در حقیقت محاسبه صریحاً توی دستک های کششی هست. اینکه اتصال چرا مفصله و چجوری ببینیم و دیتیلش رو توضیح بدیم توی جلسات دیگه، تو هر جلسه در مورد هر کدوم از این روش ها 20 دقیقه نیم ساعتی با هم صحبت میکنیم. من توی این جلسه میگم صرفا میخوام کلیه در حقیقت روش ها رو خدمت دوستان عرض بکنم. خب روش دومی که میتونم به جای دستک کششی فشاری استفاده بکنم دوستان، استفاده از تیرهای عمیق یا غیر منشوری یا ماهیچه‌ایه. خب من میخوام یکم ببرمتون توی تحلیل سازه ها اگر اجازه بدید. پس روش دوم میشه روش تیرهای غیر منشوری یا ماهیچه‌ای. حالا چرا تیرهای غیر منشوری؟ اصلا منشور غیر منشور چیه؟ ببینید بچه‌ها، من اگر یک بالکنی داشته باشم صرفاً حالا و طولشم بزرگتر از 1.5 باشه، این بر من واجبه که QZ رو بذارم، قبول. اما برای کنترل خیزش که نقطه چقدر جابجا میشه، مثلا نقطه آ چقدر بیاد پایین برسه به نقطه آ پریم،
این روش مختلفی داره. یکیش که گفتیم دستک ها. حالا اگه نخوایم دستک استفاده بکنیم و کارفرما مخالف این قضیه باشه، میتونیم استفاده بکنیم از تیرهای غیر مشهود. ببین بچه‌ها، من یه تیری دارم به نام تیر مثلا آ پریم. اینا من سبزش میکنم. این تیر آ پریم من میارم بیرون. شما یه کنسول داری، تکیهگاه گیر داره چون به ستون وصله. اینم آ، اینم آ پریمه. یه نیرویی هم قطعا وجود داره. حالا از این ور نگاش کنم مثلا کیوی زد، حالا یا هر بار دیگه توی بالکن. طول بالکن من فرض میکنم 3 متره. بچه‌ها ببینید، من اگر دیاگرام لنگر خمشی این تیر رو از بحث درس تحلیل سازه ها یا استاتیک رسم بکنم، یه همچین نموداری به من میده. این دیاگرام در حقیقت لنگر هست نسبت به طول تیر. اگر دقت بکنید، لنگر من توی بر تکیهگاه به صورت منفی ماکسیمومه و تو لبه آزاد کاملا صفره. هرچی از لبه آزاد بیام جلوتر لنگر افزایش پیدا میکنه. پس میتونم بگم که ما توی کنسول هایی که طولش زیاده، یکی از کارهایی که میکنیم اینه که مثلا عمق تیرمون رو میبریم الکی بالا. تو همه طول تیر 3 متر میام عمق مثلا میدیم مثلا 60 سانت. خب وقتی شما همه جا عمق میدی 60 سانت، پدیده‌ای به نام وزن باعث میشه خیز نقطه آ پریم به آ بالا بره. خب ما یه تمهیدی میاندیشیم، این که بیایم وزنمون رو یه جورایی سرش کلا بذاریم، وزن رو کم کنیم. خب معلومه که اینجا که لنگر صفره، اینقدر ارتفاع دیگه نیاز ندارم. وقتی میرم به تکیهگاه شاید ارتفاع 60 سانت احتیاج داشته باشم. بنابراین توی بالکن ها اگه من اینجا بکشم، اینجایی که نقطه آی من هست و لنگر صفره، یه ارتفاع کوچیک استفاده میکنم، مثلا 20 سانت ارتفاع تیرم استفاده میکنم. اینجا که لنگر ماکسیمومه، یه ارتفاع زیاد 60 سانتی مثلا استفاده میکنم و یه همچین مقطعی رو در حقیقت برای تیرم برمیگزینم. اصطلاحاً به این میگیم غیر منشوری. یعنی شما یه همچین مقطعی میشه، اینجا ارتفاعش 20 سانته، اینجا ارتفاعش مثلا 60 سانته، یه همچین مقطعی. به تیرهایی که تو طول تیر مقطعش متغیره، از 20 شروع میشه همینجوری زیاد میشه تا برسه به 60، ما اصطلاحاً بچه‌ها میگیم غیر منشوری. و میتونیم تو صنعت ساختمان هامون دقیقاً توی ایتپس تیرهای غیر منشوری تعریف بکنیم. یعنی دقیقاً اینجا یه مقطعی استفاده بکنیم به ارتفاع خیلی کوچیک 20 سانتی، اینجا یه مقطع استفاده بکنیم که حتی بعضا تا 60 سانتی متر هم تا 70 سانتی متر هم بره و بعد اینا که به هم وصل در حقیقت می شود. اگر شما از روبرو نگاه بکنید، دقیقاً تیرهایی می بینید که ارتفاعشون هر چی میره به سمت سر آزاد کنسول کمتر میشه و این باعث میشه وزن شما به صورت متعادل به سمت نقطه آ کم بشه و خیز شما جواب بده، بدون اینکه شما حتی از دستک هایی هم استفاده بکنید. این هم به نظر روش خوبی میاد. خب ایشالله جلسه بعدی در مورد عرضم به حضورتون که روش های تیرای فرعی با هم صحبت میکنیم. یه حالا نقشه اجرایی هم در مورد تیرهای عمیق نشون میدیم و بعد هم در مورد تیرهای فرعی با هم صحبت میکنیم. خیلی خوشحال شدم از صحبت با شما و انشالله بتونیم این استارتی که توی تپ زدیم رو با هم پیش ببریم. دوستان عزیز، من هم در حقیقت به اصطلاح در شهر اصفهان هستم، مدرس ایتپس و به اصطلاح میتونیم در حقیقت خدمت دوستان باشیم. اگر دوست داشته باشن و با ما ارتباط بگیرن و اگر علاقه‌مند به راه محاسبات و شیوه صحیح محاسب شدن هستید، ما دوستان خدمت دوستان هستیم. خیلی متشکرم. میبینیمتون انشالله برای جلسات آتی و فعلا خدا نگهدار.